کلا اصلیت قزوینی ها. اصالتا قزوینی هم. چرا کنسرت نذاشتی گفتی؟ خیلی خوشحالم که در برنامه نکس پرژنسا شرکت کردم. ساعت 5 صبح پرواز داشتیم ترکیه، ساعت 9 شب گرفتنم. شاید یکی پیدا بشه عشقو به تو حالی کنه، من که نتونستم گلم. جهان هستی مثلا میگه شما دارید از خوردن چای لذت میبری. این نمیخوای که خورشید پشت شماست. این آقای کاظم قاق فروشی داشته، بهش میگن کاظم قاقی. صحبتایی که در مورد قزوین میشه که واقعیت نداره. من حس نکردم. تو این قفس بسیار خوبه. مرسی. خوبه که گوش نمیدی به هیچ کس. آقای ستار گفتن مرسی. آقا شطور منظورش این بود که ادامه بده. بچه‌های طلاق و این چه فرقی دارن با بچه‌های دیگه؟ هیچ فرقی ندارم. اتفاقا خیلی به نظر من